فیلم توی مزرعه شروع میشه و کریسی بیم رو میبینیم که داره گل میبره داخل خونه. بعدش بچه‌هاش که دارن گل کلک بازی میکنن رو صدا میزنه، یعنی ابی، آنا و ادلین رو، و باهاشون اوقات تلخی میکنه که چرا آخه لباس پلوخوریاتون رو موقع بازی کردن پوشیدید. بعدش کریسی شوهرش کوین رو صدا میزنه و میگه که بهتره راه بیفتن تا دیر نشده. البته معمولا برعکس این قضیه هستش و آقایون خانم‌ها رو صدا میزنن که خانم چقدر آرایش میکنی، یه ساعت مردم منتظر ما. خلاصه کوین هم میاد و لباساش رو عوض میکنه و سوار ماشین میشه. با هم دیگه میرن به کلیسا و یه شنبه معمولی رو سپری میکنن. بعد از ظهر هم مثل هر ماه توی خونهشون با بره بچه کلیسا پیکنیک میگیرن و یه جوج با نوشابه مشتی میزنن بر بدن تا روشن بشن. شب که میشه کریسی میره پیش دختراش و دعای آخر شبشون رو میشنوه. ابی آرزو میکنه که عضو تیم فوتبال شهرشون بشه. ادلین آرزو میکنه که از ابی بزرگتر باشه و آنا دعا میکنه که باباشون وامی که بانک تجارت بهشون قول داده رو بالاخره بگیره. بعدش آنا حالش بد میشه و بالا میاره. کریسی حدس میزنه که جوجهشون احتمالاً مسموم بوده یا اینکه نوشابهش تاریخ انقضاش گذشته بوده. کوین میگه که بهتره فردا ببریمش دکتر. بعد از اون کریسی و کوین با هم درباره شغل جدید کوین حرف میزنن و کوین میگه که توکلت بر خدا باشه، همه چیز درست میشه. فردای اون روز آنا رو میبرن پیش 4 تا دکتر، ولی همشون میگن که آنا چیزیش نیستش و فقط به لاکتوز حساسیت داره. دکتر میگه که 4 تا گوز بزنه حالش کاملا خوب میشه. ولی با این حال کاملا مشخصه که شکم آنا باد کرده و یه چیزیش هست. احتمالاً خانم زردآلو زیاد خورده. کریسی اصلا با این تشخیص دکتر قانع نمیشه و خلاصه برمیگردن خونه. همون شب آنا از شدت درد داد میزنه و پدر مادرش هم به سرعت میبرنش به بیمارستان. ولی بازم توی بیمارستان دکتر میگه که آنا چیزیش نیست بابا بنده خدا و فقط یه ریفلاکس معده ساده است. این یکی دکترم میگه که 4 تا آروغ بزنه حالش کاملا خوب میشه. خلاصه کریسی هرچی فوش از پسرای محلشون توی بچگی یاد گرفته رو به دکتر میده و میگه که دکتر قبلی گفتش که این 4 تا گوز بزنه خوب میشه، تو هم که میگی 4 تا آروغ بزنه خوب میشه. برو یه دکتر درست حسابی بیار که به من بگه که این دخترم چه مرگشه واقعا. اونا بعد از شنیدن فوشا قانع میشن که چند تا تست دیگه انجام بدن. روز بعد دکتر درست حسابی از راه میرسه و میگه که آنا مبتلا به بیماری انسداد شکمیه. این بیماری که اسم دیگه‌اش ابدومینال ابستراکشن هستش باعث میشه که رودا به خوبی کار نکنن و غذا به راحتی هضم نشه. سادهش بخوام بگم سرتون رو درد نیارم. لپ کلام این که اگه که این انسداد رو از بین نبرن آنا بنده خدا به زودی میمیره. در نتیجه آنا رو آماده میکنن برای عمل و کریسی و کوین با دیدن دخترشون توی اون وضعیت حالشون خیلی بد شده و مجبورن که صبر کنن. بعد از عمل جراحی دکتر به کریسی و کوین میگه که عمل موفقیت آمیز بوده و فعلا تونستن که آنا رو نجات بدن، ولی متوجه شدن که آنا یه مشکل خیلی جدی تر داره. اما خلاصش اینه که اون میتونه زنده بمونه ولی یه عالمه بدبختی و هزینه دوا درمون داره. تاش هم میگه که من یه رفیق متخصص توی بوستون دارم، خواستید بهش زنگ بزنید. چند هفته میگذره و کریسی موفق میشه که با درست کردن یه برنامه خیلی دقیق داروها و غذای آنا رو مدیریت کنه و به تلاشش برای وقت گرفتن از اون دکتر متخصص توی بوستون ادامه بده. ولی طرف خیلی سر شلوغ و کریسی موفق نمیشه. کمی بعد کوین یه سگ دیگه برای خانواده‌شون میخره و آنا رو خوشحال میکنه، ولی کریسی مخالفه و وقتی که شب میشه به کوین میگه که من همین جوری هم سرم شلوغه، تو یه سگ دیگه هم خریدی، پولمون هم که داره ته میکشه. خب تو چقدر بی‌فکری آخه شوهر. با این حال کوین سر حرفش میمونه و بهش قول میده که بانک تجارت وامشون رو جور کنه و با هم از این وضعیت خلاص میشن. قضیه بدتر میشه و وقتی که یکی از روزا کریسی میره به کلیسا، اونجا بهش میگن که یکی توی خونهشون داره گناه میکنه. در نتیجه علتش اینه که خدا نمیذاره که آنا خوب بشه. کریسی و کوین با هم دیگه بحثشون میشه و آنا فکر میکنه که به خاطر بیماری اونه. چند روز بعد کریسی تصمیم گرفته که آنا رو با خودش ببره به بوستون و تخمش هم نیستش که وقت قبلی داشته باشن یا نه. کوین سعی میکنه که متقاعدش کنه ولی موفق نمیشه. خلاصه کریسی و آنا میرن به بوستون و توی بیمارستان کریسی به پرستار التماس میکنه و وضعیتشون رو براش توضیح میده و میزنه زیر گریه، ولی پرستار با اینکه خیلی میخواد کمکشون کنه کاری از دستش بنده خدا بر نمیاد و میگه من فقط کاری که بهم گفتن رو انجام میتونم بدم. کریسی که حالا ناراحت تر از قبله با دخترش میرن به رستوران و اونجا با انجلا آشنا میشن. خدمتکاری که با دیدن ناراحتیشون بهشون پیشنهاد میده که با هم دیگه برن بوستون گردی. خانمام که عاشق مغازه گردی و اینجا چیزا هستن میرن بوستون گردی کنن. روز بعد انجلا از راه میرسه و بهشون میگه که بهتره اول برن آکواریوم. کریسی از این قضیه که با یه غریبه شهر رو بگرده مضطربه، ولی وقتی که میبینه آنا خوشحاله سعی میکنه که خودش رو آروم نشون بده. خلاصه خیلی بهشون خوش میگذره و بعد از آکواریوم وقتی میرن به یه گالری آنا خیلی شدید به نقاشی زل زده و همون لحظه یه پیام برای کریسی میاد که نوشته فردا میتونن دکتر رو ببینن. روز بعد آنا و کریسی میرن به بیمارستان و بعد از اینکه دکتر روی آنا معاینه کامل انجام میده به کریسی میگه که آنا وضعش خیلی خرابه و یه عالمه درد داره، همچنین که راه نجاتی برای درمانش نیستش، ولی میتونن با ویزیت‌های مداوم و تجویز دارو که این دارو هم خیلی
خیلی خاص هستن به بهبود وضعیتش کمک کنن. کریسی برمیگرده خونه و به کوین درباره همه چیز و خرج دوا و درمون آنا میگه. کوین میگه که توکلت بر خدا باشه، همه چیز درست میشه. کریسی میگه چیه بابا هی میگی توکل کن، مثل آدم نقشه بچین کاری بکنی. کوین در جواب میگه که من ایمان دارم این قضیه حل و فصل میشه و کریسی اعتراف میکنه که ایمانش رو از دست داده. بعد از این قضیه کریسی میره کلیسا پیش پستر اسکات. آشنا و هم محلی مهربونشون رو بهش میگه که نمیخواد دیگه بیاد به کلیسا و نمیدونه چرا خدا باید کاری کنه که آنا گرفتار همچین بلایی بشه. پستر جوابی به این سوال نداره و میگه با این حال توکلت بر خدا باشه و بهتر از فرار از خدا هستش. مدتی میگذره و خرج خانواده بالا و بالاتر میره و کوین بنده خدا مجبور میشه که موتورش رو بفروشه. آنا مداوم توی بیمارستان بررسی میشه و دکتر به کریسی میگه وضعیت آنا بهبودی نداشته و بدنش اونطوری که باید به داروها واکنش نشون نمیده. وقتی که آنا بستریه با دختری توی تخت بغلی به اسم هیلی آشنا میشه. اونا با هم دیگه دوست میشن و هیلی میگه که سرطان استخون داره و با هم درباره خانواده‌هاشون حرف میزنن. کمی بعد بابای هیلی بین میاد به ملاقاتش و هیلی بهش میگه که دوست جدیدش آنا بهش میگه که قرار نیستش که بمیره و نترسه. بین میپرسه که آنا چرا این همچین حرفی زده و هیلی میگه که آنا گفته که خدا هواشون رو داره و نباید از چیزی ترسید. وقتی که آنا به اتاق برمیگرده و هیلی رو میبینه، گردنبند صلیبش رو میده به هیلی. بن و کریسی با هم دیگه حرف میزنن و بن از کریسی میخواد به دخترش بگه که بهتره به هیلی امید واهی نده. کریسی هم موافقت میکنه. در همین حال توی بیمارستان آنا درد زیادی داره و مادرش سعی میکنه که دردش رو کم کنه، ولی هر روشی که پیشنهاد میده آنا اون رو رد میکنه و کاری از دستش بر نمیاد. آنا میزنه زیر گریه و میگه که میخواد مثل هیلی بره خونهشون. کریسی باهاش صحبت میکنه ولی آنا گوشش بدهکار نیست و میگه که میخواد بمیره تا دردش تموم بشه. کریسی میزنه زیر گریه و به آنا میگه که اینطور نگو، بغلش میکنه. فردای اون روز کوین ابی و ادلین رو برمی‌داره و میخوان با هم دیگه برن به بوستون، ولی هیچ کدوم از کارتای کوین بنده خدا برای خرید بلیت موجودی کافی ندارن. توی جیبش پشه‌ها دارن میرقصن و پارتی گرفتن. مسئول اونجا که میبینه اینا پول ندارن میگه که سیستم قطع شده و به صورت دستی بهشون بلیت میده تا بتونن برن و آنا رو ببینن. توی بیمارستان آنا دیگه به حرفای مادرش گوش نمیده و نمیخواد بره همون و فقط میخواد تنها باشه، ولی پدرش زنگ میزنه و پشت گوشی به آنا میگه که به حرف مادرت گوش بده و برو همون، دختر خوبی باش دخترم. وقتی که آنا ازش میپرسه که اون از کجا میدونه که آنا میخواد بره همون، کوین و دخترش وارد اتاق میشن و سورپرایزش میکنن. اونا خوشحال و سر حال با هم دیگه بازی میکنن. کمی بعد آنا مرخص میشه. قبل از رفتن دکتر به کریسی میگه که حواسش به افسردگی آنا باشه و وقتی که به کریسی میگه تا جایی که میتونن وقتشون رو با هم دیگه بگذرونن، کریسی دزداریش میفته که دکترها جوابش کردن و آنا به زودی از بینشون میره. چند روز بعد آنا نشسته دم در خونهشون و ابی ازش میخواد که با هم دیگه توپ بازی کنن. آنا قبول میکنه و بعد از کمی بازی کردن آنا یه پروانه سفید رو روی درخت میبینه. ابی میگه بهش کمک میکنه تا با هم دیگه از درخت بالا برن. اونا از درخت بالا میرن و کمی بعد شاخه تحمل وزنشون رو نداره و شروع میکنه به شکستن. ابی خواهرش رو از شاخه نجات میده ولی آنا میفته داخل تنه خالی درخت و ابی سری مادرش رو خبر میکنن. بعد از چند دقیقه آتش نشانا از راه میرسن و سعی میکنن که از سوراخ برن پایین تا بتونن که آنا رو نجات بدن. کریسی هم میاد و دست به دامن درخت میشه تا دخترش زنده بمونه. بقیه بهش ملحق میشن و مشغول دعا کردن میشن. اونا موفق میشن که آنا رو در بیارن ولی آنا بیهوش و کمی زخم‌وزیری شده. بعد از اون با هلیکوپتر آنا رو میبرن به بیمارستان. این بنده خدا که دیگه آخرای عمرشه، اینم دیگه سرش اومد. توی 7 آسمون یه ستاره نداره، هرچند فکر کنم یکی خوب تموم بشه. بعد از چند ساعت صبر کردن پشت در اتاق عمل، دکتر میاد و در کمال تعجب به کریسی و کوین میگه که آنا نه مشکل جدی داره نه استخونش شکسته، خونریزی داخلی هم نداره، اصلا هیچ چیش نیست، یه خط هم روش نیافتاده، انگار آنا ماشینه. خلاصه آنا رو برمیگردن خونه و حالا آنا حالش بهتر از همیشه است. ولی کریسی متوجه میشه که آنا کلا فرق کرده، نه اینکه دردش کمتر شده باشه، اصلا هیچ دردی نداره. کریسی به کوین میگه که صبح داروهای آنا رو بهش نداده ولی آنا انگار نه انگار که نیاز به دارو داره. کمی بعد کریسی متوجه میشه که شکم باد کرده آنا برگشته به حالت اولش. کریسی خوشحال میشه و آنا بهش میگه خودش بهم گفت که خوب میشم، منم خوب شدم. کریسی میپرسه منظورت از خودش کیه؟ آنا تعریف میکنه که وقتی که افتادم داخل درخت اون پروانه سفید رو لمس کردم و رفتم به این مکان بهتر. تو اونجا من خدا رو دیدم و ازش خواستم تا بفرستادم اون دنیا، ولی خدا بهم گفت که آنا باید برگرده و وقتی که برگشتم حالم خوب شده بود. کریسی برمیگرده پیش دکتر و حتی دکترم از این همه بهبود پشماش ریخته. کریسی ازش میپرسه که چطور ممکنه که همچین اتفاقی بیفته. دکتر در جوابش میگه که دخترت خوب شده و برو خدا رو شکر کن، دنبال دلیلش نباش. بعدش کریسی و آنا با دکتر آنجلا خداحافظی میکنن و برمیگردن خونه. بن خبر خوب شدن معجزه‌آسای آنا رو از اینترنت میبینه. کریسی برمیگرده به کلیسا و توی سخنرانی از دوباره ایمان آوردن به خدا صحبت میکنه. کریسی میگه که اینطور معجزه‌ها همه جا هستن و باید قدردونشون باشیم، مثل آنجلا که کارش رو یه دفعه تعطیل میکنه تا آنا رو ببره بوستون گردی، یا مثلا مسئول بلیط که عمدن تظاهر میکنه که سیستم قطعه تا آنا بتونه خانواده‌اش رو ببینه. پرستار بیمارستان
بیمارستان که بعد از شنیدن حرفای کریسی شغلش رو به خطر میندازه تا به دکتر درباره وضع آنا بگه. خلاصه همگی با این سخنرانی اشک توی چشماشون جمع میشه و بن از بین جمعیت بلند میشه و میگه که من هم به خدا ایمان آوردم، با اینکه دخترم هیلی فوت کردش ولی هفته‌های آخر برام خیلی راحت تر بود و همه اینا به لطف آنا بودش. بعد از اون خانواده آنا برمیگردن به زندگی عادیشون و فیلم تموم میشه. حالا شما هم همچین معجزه‌ای رو تجربه کردین؟ توی کامنت ها حتما برام بنویسید.